درود خدمت همه شما دوستان نازنین. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز میخوایم که یک کیف و روش کار کچلوزی کنیم، ولی از 0 تا 100 از دوخت و برش گرفته تا کچلوزیشو میخوام که بهتون آموزش بدم. این کیف طرحش با طرح پالتو چون ست هست و جفتشون گلی که روشون کار میشه مگنولیاست. این بعد از این طرح‌های متفاوت برای کچلوزی آموزشش رو خواهیم داشت، مثل گلای برجسته و گلای دیگه. به هر حال میریم که این کار رو شروع کنیم، از برشش تا دوختش و کچلوزی روی این کار. البته سایز کیف باز بستگی به خودتون داره که چقدر بزرگ یا کوچیک بخواید. چیزی که من دارم طراحی میکنم 38 عرض 30 طوله. بعد این کادر رو از وسط هم به 2 نصف، یعنی در واقع نصفش رو در میاریم که این خط میشه خط وسطش. بعد از این خط وسط 5 سانت میایید پایین از خط وسط، از این ورم 8 سانت میرید داخل. این خط رو به شکل هلال بهش وصل میکنید. از این گوشه کادر 7 سانت اینطوری بیاید داخل، علامت بزنید، میفته اینجا. این پایینم گوشه سمت راست پایینم دوباره 3 سانت بیاید بیرون. خب این خطوط رو به هم به شکل هلال، یعنی اینو به این 7 سانت که اومدید وصل کنید به کناره کادر و این پایینشم این 3 سانت رو در واقع حالت هلال میکنید پایین کیفو. اوکی. بعد اینو تا میکنید این الگو رو. خب بعد این خط رو میبریم. همین شکل خودش رو دولا میبرید. این پایینم شکل خودش. میبرید. چیزی که در میاد این شکلیه. کیفی که قرار من درست کنم شکلش اینجوریه. بعد برای این کیف ما تبله هم نیاز داریم. برای تبله ما از این بالا حدود تقریبا 8 سانت میایم پایین، این ورم همینطور یا 8 سانت میایم پایین. بعد این دور تا دور رو با متر ایستاده اندازه میگیرید. تا این خط وسط شد 41، یعنی در واقع 82 سانتی متر ما به یه تبله با طول 82 سانتی متر. پهنای این وسط رو من 10 میذارم. هرچی به این کناره ها، یعنی از این تیکه پایین رو من میخوام تبله 10 سانتی باشه، هرچی به این کناره ها نزدیک میشه به 5 سانت برسه. من شکل تبله رو براتون من تبله رو مستقیم روی پارچه برش میزنم. خب اونجا رو پارچه ببینید. مهم این تیکه کیف بود، این الگویی که من در آوردم. خب این الگوی کادر 38 در 30 که بهتون گفتم چجوری درش بیارید. این الگو رو میذارید رو 4 لای بسته. خب سوزن میزنید. دوخت میتونید نذارید، اون دیگه میل خودتونه. اگه دیگه شما میتونید از خورده پارچه هایی که خونه دارید به راحتی برای خودتون کیفای خوش. این وسطش هم مشخص میکنید. این بالا چرت میزنید و پایین. وقتی بازش کنید دو لایه برای پشت و جلوی کیف شما در واقع
این میشه برای پشت و جلوی کیف. اوکی. حالا میریم سراغ تبله. تبله قرار شد 80 و چند باشه، 82. طول تبله 82. این تبله میتونه این وسط زیر اگه پارچتون کمه درز حتی بخوره، ولی اگه نه که میتونید یه پارچه 82 در واقع 85 با درز اینا که میره شما یه ذره بلندتر بگیرید ضرر نداره، ولی اگه کوتاه بگیرید دیگه کاریش نمیشه کرد. الان من با این تیکه پارچه براش تبله درست میکنم. بعد این بالا رو 5 سانتش باید بکنم. این 5 سانت رو چجوری درست میکنم؟ خط وسط رو در میارم، 12 وسطش میشه 6، 2 سانت و نیم این ور، 2 سانت و نیم این ور میشه 5. این 5 رو به این پایین اینجوری در واقع صفر میکنم. ببینید اینطوری. این ورم همینطور. این خط اینجوری بریده میشه، یعنی طرف بالا که میاد، دو طرف بالای کیف که میاد باریکتره تبله، طرف پایین و طرف وسطش، وسط زیر کیف در واقع، اون ور که میرسه پهن‌تره. تبله ما یه همچین شکلیه. خب که درز میره از هر طرف 1 سانت هم درز بره، مثلا اینجا 5 سانت میمونه، الان شده مثلا با درزی که گرفتم الان 7 سانته. 1 سانت از این ور درز میره، 1 سانت از این ور میشه 5 سانت. این پایینش هم که همون با درز من 12 سانت گذاشتم چون میخوام یه کیف جادار باشه. خب هرچه تبله کیفاتون بیشتر باشه کیفتون جادارتر میشه. همینو رو آسترم باید شما بذارید و این تبله رو داشته باشید. این الان مثلا اینجا این زیر تبله دوخته میشه. خب و این یه دونه تبله است، میدونید اینجوریه، یه نواره. بعد این نوار حالا مال من درز داره، این از اینجا از این وسط رو این چرت گذاشته میشه، دور تا دور میاد تا اینجا، یعنی به این بالا نمیرسه. اینم دور تا دور گذاشته میشه و میاد به این نزدیک بالا میرسه. این تبله باعث میشه که کیف فضا داشته باشه، فضای بیشتری داشته باشه. خب یه تبله نیاز داریم، ولی خب من چون این پایینش درز خورده حالت 2 تیکه شده، میتونه یه تیکه باشه میتونه 2 تیکه باشه، تیکاش اصلا چیز مهم نیست. ما همه این چیزی که در آوردیم و با همین روشی که در آوردیم یه بار رو آستر میذاریم و اینکه همینا رو ما باید لای زانفیس متری و نمد متری هم دقیقا همینا رو بذاریم. بعد اونا رو به هم تو مراحل بعدی میگم چطور باید چسبیده بشه و کیفتون اینجوری حجمدار باشه. الان فقط میخوام که آموزش همون گلی رو که قبلا دادم رو این پیاده کنم که با اون پالتویی که دوختم میخوام که این کیف رو استفاده کنم. به خاطر همین گل همون گله. در مراحل بعدی من به شما آموزش‌های گلای برجسته رو میخوام بدم، ولی امروز چون این ست اون باشه سویت باشه، الان این پارچه که من استفاده کردم این پارچه سویته. شما از پارچه‌های کلفت میتونید استفاده کنید برای این کار که هرچی کلفتر باشه خب ایستایی بهتری خواهد داشت و قشنگتر در میاد. میریم که طرح رو بندازیم رو پارچه. خب ما کاربن سفید گذاشتیم زیر طرحمون و دور این گلو با خودکار یا مداد هر چیزی که دارید میتونید که بکشید، از ساقه شروع کنید و طرحتون رو بندازید روی پارچه، رنگش کنید. خب خوبه، میشه دید. اینو الان با مداد، خب من با صابون خیاطی اینو